خدای تعالی فرمودن که از همه شخص نیکبخت آن است که خدمت به پدر و مادر میکند و دعای نیک پدر و مادر را میگیرد. رسالتش به درجه است که مرتبهش از طاعت عبادت، از زیارت خانه خدا، از روزه و نماز از همه بالاتر است. بالا میست. روزه و نماز رای کنی، طاعت عبادت کنی، خانه خدا زیارت کنی، لیکن پدر و مادر خودت مهربانی نکنی، دعای نیک نگیری، همه این چی هیچ است. اول خدا میگیم بعد پدر و مادر هم خیلی نمی. پدر حکم قبلگاهی دارد. کجا میگه قبلگاه؟ یعنی پدر و مادر نمیشد ما نبودیم، ما شما نبودیم. هیچ. برای همین هم فراموش کردم اون در کار نیست. نسل جوان امروزه باید پیش از همه شکرانه آن کنه که ما پدر مادر به دنیا هست کرده است و از همه برای انسان قیمتترین و عزیزترین این پدر و مادر است. طبیعت انسانی همین است که با قدرش نمیرسی. بعد یکی میگذرد از دنیا دیگر میکوبی سر گورش میره که با تو صحبت نمیکند، دیگر ظاهرش نمیبینی دیگر افسوس میخوره که دیگر پشیمانی میکنی که دیگر سود ندارد. من فکر میکردم که اصلا پدر و مادر من از این دنیا نمیاد، تا دنیا هست زمان است پدر و مادر من هم است. لیکن بعضا لحظه مهر و نوازش پدر و مادر میگیرد که نیست، میروی جاش خالی. آن نوازش و آن سخنهای نیک و آن سخنهای بی‌نهایت نسبت و فرزند میگوید این پدر و مادر یگان کس نمیگوید و هیچ پدر و مادر بدبختی فرزند را نمیخواهد. در ما بسیار انعنه‌های رسم و آیین‌های نیک داریم، این چیز را باید هیچگاه فراموش نکنیم. یکی از انعنه‌های مردمی ما عزت و احترام کلانسال، پدر و مادر، یار و برادران، دولت داری هم همین.